سلام دوستای عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین، در همان الله تعالی باشین. دوستای عزیز، چینل مرا اذیت نبرین، سابسکرایب کنین، شیر کنین، با دوستایتان لایک کنین. دوستای عزیز، امروز خواستم یک سمبوسه آماده کنم با طرز طریقش. دیگه همه ما و شما میدانیم، میفهمیم. دوستای عزیز، هم آردیلک کردم، روغن انداختم و کمی نمک انداختم، کمی پولی هم اضافه میکنم. این هم از پولی به هر دو روغن و پولی نمک خوب با هم گت میکنم که اینا با مثل خمیر باری شوند، گت شوند. و بسیار زیاد کمی از آب هم من استفاده میکنم، یعنی از آب هم استفاده میکنم بسیار کم. دوستای عزیزم، طرز طریقه سمبوسه دوستا هر کسی هر رقم، یعنی غذاکس هر کس هر رقم آماده میکنم. من به این شکل آماده کردیم. شما میتونین که به شکل که خودتان یاد دارین آماده کنین و به ما هم دکومنت ها نوشته کنین. دوستای گلم، و این از کچالو رو با این هم زن، یعنی دستی آونگ هم میزنم خوب، یعنی همشه حین خمیر باری که لغت نمانه، که به سمبوسه ما بسیار زیاد خوب میه که خوب خمیر باری شود. و این مرچ سرخ است، مرچ سیاه است، پودر گشنیز است، دیگه زیره است. این هم پیاز است، پیاز سرخ شده با کوفته گوسفند، یعنی گوشت کوفته سرخ شدگی اضافه مانده بود از من توی ما هم در یخچال ماندم، امروز با این استفادهش کردم. و گفتم تانه دوستان، نیش پیاز هم اضافه کردیم و این خمیرش هم به این رقم نازک کردیم. خوب زیاد نازک کردم. دیدین که دوست من معلوم میشه و به این طریقه ما جور میکنم. شما میتونید بر طریقه که یاد دارین و خوش دارین با اون طریقه جور کنین. و این خمیر آردس کمی قطعاب گت کردیم در لب سمبوسه میزنم که با هم خوب بچسبه، خوب میچسبه، جدا نمیشه. در روغن بندازی باز هیچ خود جدا نمیکنه. این هم از طرز طریقه سمبوسه پخته کردن و جور کردن از این خواهر کوچکتان. دیگه شما میتونین هر رقمی که جور کنین و هر رقم، یعنی میشه از ماش هم سمبوسه جور میشه، از ماش دیگه از کچالو میشه، میفهمیم. از گوشت کوفته ای هم میشه، گوشت کوفته ای مرغ باشه، گوسفند باشه، گوساله باشه، فرق نمیکنه، گوشت باشه یعنی آماده میشه. و دومش از بعضی ها ما دیدیم که ما خود ما نکردیم، بعضی ها دیدیم که از کدو هم حاضر میکنن. ما که دیم ترکیه هستیم، اینا هم از کدو جور میکنن سمبوسه واری دیگه. اینا دیگه نام دارن، از ما کس دیگه سمبوسه میگیم، اینا دیگه چیز میگن دیگه. دوستای گلم، این هم سمبوسه که ما آماده کردیم. شما را که خوشتان اگر آمد، لطفاً چینل مرا هم لایک کنین، سابسکرایب کنین، کومنت ببانین، شیر کنین با دوستایتان. یک هموطنتانه یا یک یعنی کمک کنین دوستای گلم. اما قدر دیگه خوش آمدین. شما زیاد برای چینل ما، در بلاگ های ما دیگه. من هم یک دختر افغان هستم در ملک غربت، در شهر ترکیه، در استانبول زندگی است میگذره. مسافری هم شما همه ما و شما مسافری را گذشتاندیم. کسایی که فعلا در افغانستان هم هست، یک بار دوبار مسافری کردن. فعلا در وطن از خداوند حرام داشته باشه کل ما و شما را، تمام ما را، که هر جایی که هستیم خداوند در امان خود داشته باشه. دوستای گلم، هموطنای نازم و نگفتن امانه، هم به من هم دوستای ازبک هم دارم و ترکمن هم دارم. ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان، افغانستان. همه شما جانم هستین، نور چشمم هستین دیگه. دوست خوب من هستین. بسیار زیاد حزین که شما مرا
حمایت میکنین. خیلی خوش میشم و خیلی خوش هستم و میفهمم دوستای گلم از حمایت شما هیچ وقتی و از دعای خیرتان هیچ وقتی ما را هزیات نمیبرین. و هم شد سمبوسه ما آماده شد و نوش جان میکنیم. شما هم خوشتان آمد به خود حاضر کنین، آماده کنین و نوش جانتان دوستای گلم. وقت خود